بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. برادرای عزیز، خواهرای محترم، درسی که دیروز ما و شما شروع کردیم درباره توحید در نیت بود و توحید در نیت گفتیم که ای از چی است؟ از امو بخش عبادت‌های قلبی هست. در توحید در نیت اول ما و شما سر اقسام تشریع بحث کردیم که دو قسم بودن. بعد از او تعریف نیت در لغت و اصطلاح خواندیم. دیروز اقسام نیت هم خواندیم که نیت اقسام مختلف داره و بعد از او تعریف توحید در نیت ایره هم خواندیم و در قسمت اهمیت نیت اهمیت اولش خواندیم که حساب در روز قیامت به چی میشه؟ به مو سرائر و نیت ها میشه. پس عمل انسان وقتی ارزش می داشته باشه در ترازوی میزان که به اساس توحید باشه و نیت خوب داشته باشه. دوم اهمیت نیت خواندیم که ان المرء یشرک فی محاسن العمل و مساویه بالنیه. یک انسان با نیت خود میتونه که در اعمال نیک هم داخل شوه و یا هم عمل خود به یک عمل زشت تبدیل بکنه. پس میشه یک نفر دو نفر مثلا نماز میخوانن، یک نفرش خالصانه به خاطر رضایت الله میخونه و یکی دیگهش ریا میکنه. دو نفر مثلا چند نفر در درس آمده لکن نیت ها فرق میکنه. شاید یک نفر مخلصانه از خانه خود حرکت کرده که من میایم اینجا درس میخوانم تا که کتاب الله را و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد بگیرم، عقیدیم خوب شوه و من یک مسلمان خوب باشم. پس برازی از 10 چند الی 700 چند ثواب داده میشه. هر لحظه که اینجا می باشه برش اجر داده میشه. اما شاید کسی دیگه برازی بیایه که باش من بی غلطی های استاد حساب کنم، اشتباهاتشه، باز برم به مردم بگویم که این تو غلطی داشته، این تو چیز داشته. شاید یک کسی برای شیطانی و تجسس و جاسوسی بیایه بگویم من میخوایم که پیدا کنم که استاد در کدام کلمه خود یک اشتباه کرده که رو فوراً از او گزارش نوشته کنم. اینال ما از قلب کس خبر نیستیم و شاید یک کسی دیگه هم برازی بیایه که من داخل شوم بیرون برم و دروازه را به زور بزنم و تق تق کنم، امی فضای درس خراب کنم. شاید. پس انما الاعمال بالنیات. اینال هر کس الله متعال قلبش با خبر است. ما سر کس حکم کرده نمیتونیم چون ظاهرش میبینیم. ایره هم ما و شما خواندیم و حدیث شریف هم خواندیم که امام بخاری رضی الله تعالی عنه روایت کرده بود و خواندیم. سوم که درس امروز ما و شماست، النیت هی محط نظر الله سبحانه و تعالی من العبد. یعنی نظر الله متعال که است به طرف بنده به اساس نیتش میشه. در حدیث شریف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث صحیح مسلم است در جلد 4 صفحه 1987. ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابو هریره رضی الله تعالی عنه صحابی جلیل قدر است، میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. الله متعال نظر نمیکنه به طرف چهره های شما. چهره شما را الله نظر نمیکنه که یک کس چهره مقبول داشته باشه، چشمای مقبول داشته باشه، الله نظر نمیکنه.
بدرنگ باشه، سیاه‌پوست باشه، سفید پوست باشه، به طرف چهره ظاهری کس الله نظر نمیکنه که کسی بگه والا ما چهره ما بسیار خوشخواره هست، پیش الله بسیار ارزش دارم. نه، الله به طرف تصاویر ظاهری شما نظر نمیکنه، چون این تصاویر که از کلش از طرف الله هست. یکی را سیاه‌پوست خلق کرده، یکی را سفید پوست خلق کرده، هر قسم الله متعال خلق کرده. و همین قسم و اموالکم، همین قسم الله متعال به طرف مال کس نظر نمیکنه که شما چقدر مالدار هستین، پولدار هستین. نه، میشه یک انسان فقیر و غریب پیش الله بسیار ارزش داشته باشه نسبت به یک انسان متمول و پولدار و سرمایه دار. ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، الله متعال به طرف قلب هایتان نظر میکنه، چون مالک قلب الله هست. الله به طرف قلب نظر میکنه که همین شخص از نگاه قلبی خود به چی نیت ای کار میکنه، به چی نیتی ای کار میکنه. پس به طرف قلب انسان الله مالک قلب است نظر میکنه، چون نیت انسان میبینه. و اعمالکم، و به طرف عمل شما الله نظر میکنه. پس معیار برتریت پیش الله چهره و مال نیست، بلکه قلب و عمل است. ما کوشش کنیم سر عمل خود کار بکنیم و سر قلب خود کار بکنیم که قلب خود صادق بسازیم و قلب راست بسازیم که برای الله راست باشه. چهارمین نکته که اهمیت قلب نشان میده، النیت صحیحه هی احسن العمل. الله متعال احسن العمل نیت صحیحه را میگه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. در سوره ملک آیت 2 است. چی میگه الله متعال؟ میگه الذي، او ذاتی که خلق الموت، خلق کرده مرگ را، والحیات، و زندگی را. برای چی خلق کرده الله متعال؟ لیبلوکم، تا که امتحان بکند شما را. ایکم احسن عملا، کدام شما عمل احسن میکنین. عمل احسن کدام یکی هست؟ فضیل ابن عیاض رحمه الله تعالی میگه که احسن العمل اخلصه و اصوبه. این قسم تفسیر میکنه. این عالم بسیار عالم بزرگ است، گپای ازی دیگه بسیار با ارزش است، مرا بسیار خوشم میاد. سعی کنید چه خوب تفسیر میکنه. میگه احسن و عملا چی معنی؟ میگه اخلصه و اصوبه. اخلص چی را میگه؟ میگه اخلص ما کان لله عز و جل. اخلص او عمل را میگه که خاص نیتت 100% به خاطر چی باشه؟ الله باشه. و اصواب چی را میگه؟ میگه و الصواب اذا کان علی السنه، به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. یعنی احسن العمل با دو چیز عمل انسان قبول میشه. همین مدار قبولیت عمل است. اگر شما را کس سوال میکنه که من یک عمل میکنم، میخوایم همین عمل من الله قبول بکنه، برش میگن که به دو شرط قبول میشه. اول که این عملت اخلاص داشته باشه که خاص به خاطر رضایت الله متعال شما این عمل میکنین. و دومش امی عمل وقت قبول میشه که به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اگر یک کسی اخلاص داشت طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود، عملش قبول نمیشه. و اگر طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل میکرد لکن اونجا اخلاص نداشت، نیتش 100% به خاطر رضایت الله نبود، بازم قبول نمیشه. پس این دو شرط است برای قبولی عمل. پنجم، النیت الخالصه وسیله نجات من الشیطان. نیت خالص که است وسیله نجات است از شر کی؟ شیطان. قبلا ما شما خوانده بودیم که شیطان قصه کرد و بالاخره در خود شیطان گفت که الا عباد الله المخلصین. مخلص کی نمیگن؟ یکی مخلص است و یکی مخلص است. قبلا ما بر شما گفته بودم اخلص یخلص مخلصا اسم فاعل است. مثلا ما وقتی که خودم اخلاص میکنم ایره الله متعال مخلص میگن، ایره عربی، زبان عربی مخلص میگن. شما مثلا یک عمل نیک میکنین مخلص هستین، خاص به خاطر رضایت الله میکنین مخلص هستین.
پس ایره چی میگن؟ اخلاص میگن، مخلص میگن. خی مخلص چی را میگن؟ خودت اینجا بیا. ای برادر وقتی که اعمال میکنه، نیت خدا جور میکنه، در درس کشیش بسیار خوب گوش میگیره، 4 زانو میشینه یا 2 زانو میشینه، متوجه است نه؟ بسیار منظم درس خدا گوش میگیره و فکرش هیچ طرف دیگه نیست، طبعا دیگه بسیار منظم درس میخونه. این شد انسان مخلص. این حالا اگر این اخلاص خدا ادامه میته در قلب از طرف الله متعال یک تاپه و مهری از چی زده میشه؟ از اخلاص. بازی رو چی میگه؟ مخلص میگه، یعنی خالص برای الله ساخته شده. فهمیدین یا نه؟ بازدست از یه حرکت نمیکنه مخالف امر الله، چشمش کار نمیکنه مخالف امر الله، زبانش کار نمیکنه مخالف امر الله. چرا؟ ای چی شد؟ مخلص. شیطان کی را وسوسه کرده و در دام خود انداخته نمیتونه؟ الا عباد الله المخلصین، مگر بنده های چی؟ مخلص. از این خاطر الله متعال میگه که هو الحی. قاری صاحب سوره غافر آیت 65 بخونین. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمین. الله متعال میگه هو الحی، الله متعال زنده حقیقی است. او تو زنده حقیقی است که لا تأخذه سنة ولا نوم، هیچ لحظه او را خواب نمیگیره و مقدمات خواب نمیگیره. لا اله، نیست هیچ معبود مستحق از اینکه ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه الا هو، بغیر از الله. فدعوه، پس شما دست دعا بلند بکنین، زبان دعا را باز بکنین و قلبتان در طلب و نیایش داشته باشین به الله. مخلصین چی معنی؟ یعنی 100% نیتتان به خاطر الله باشه. له الدین، دین هم بر از او باشه و 12 حکم از احکامش تشریعی الله را تطبیق بکنین. الحمدلله، تمامی ثنا و صفت و نامهای نیک و صفات عالی خاص برای کی است؟ لله، برای الله است که رب العالمین است. در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در مورد نیت بسیار گفته های زیبایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده که یک حدیث هست که ما با شما میخوانیم که انما الاعمال بالنیات را کلگی یاد داره. یقینا که پاداش اعمال توسط چی ترتیب میشه؟ نیت. میخوایی که یک عمل کردی 10% ثواب داشته باشه یا 700% ثواب داشته باشه؟ به اندازه قوت نیتتان اجر پاداش عملتان بیشتر میشه. مجرد که نیتتان از خالصانه برای الله کردین، امو قسم پاداشش الله براتان میده. عن ابی موسی الاشعری رضی الله عنه، ابی موسی اشعری رضی الله عنه میگه که جاء رجل الی رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یک شخص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله، گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیرى مکانه. یک شخص میگه جنگ میکنه، جهاد میکنه به خاطر غنیمت، یکی دیگه میجنگه به خاطر ای که نامش چی شوه در زبانها باشه که بسیار قهرمان است، و کسی دیگه میجنگه نیتش است که مکانت و مقام ازی پیش مردم بلند شوه. ایو ذالک فی سبیل الله، کدامش ما میتونیم نامش جهاد فی سبیل الله بانیم؟ کسی که به خاطر غنیمت می جنگه، یا کسی به خاطر نام خود، یا کسی به خاطر مکانت و مقام خود؟ فقال، میگه رسول الله سمج گفت من قاتل لتکون کلمت الله هی العلیا فهو فی سبیل الله، کسی که جهاد بکنه به خاطر که کلمه الله، شریعت الله حاکمیت پیدا بکنه، می جنگه به خاطر ازی که شریعت الله تطبیق شود، اینی فی سبیل الله هست. اما دیگهش که هیچ کدامش
ارزش نداره. پس نیت ببینین مهم است. در حدیث دیگه عن ابی هریره رضی الله عنه، ابو هریره رضی الله عنه در حدیث صحیح مسلم است، میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه فرمود اول الناس یقضى علیه یوم القیامه، اولین شخصی که بالای از او فیصله صورت میگیره یوم القیامت، در روز قیامت، رجل، یک شخصی هست، استشهد، که به شهادت رسید. سکو اینجا هم وقتی کلمه رجل گفته شد، چون این عام است، پس اینجا خانم و مرد کلشان شامل میشه. یعنی این باز ما و شما میگیم یک شخص. اولین کسی که در روز قیامت آورده میشه میگه شخصی است که استشهد، که این شهادت حاصل کرده. فاوتی بهی، ایره میارن در میدان حشر. فعرفه نعمه فعرفها، میگه الله متعال نعمتهای خود برازی بیان میکنه، او هم نعمتهای الله را میشناسه. قال فما فعلت فیها، میگه در این نعمتهایی که من برای شما داده بودم چی کردین؟ قال ای شخص میگه قاتلت فیک حتی استشهد، میگه من جهاد کردم تا وقتی که به شهادت رسیدم. قال الله متعال میگه کذبت، دروغ گفتی. انما قاتلت، بلکه تو جنگیدی لئن یقال جریء فقط قیل، تو جنگید جهاد کردی به خاطر ازی که مردم بگوین که ای بسیار با جرأت است، و گفته شد. ثم امر به فصحب على وجهه حتی القی فی النار، باز میگه امر میشه که یک بکشانی، ایده روش کشانده میشه، به روش کشیده میشه تا ای که در آتش دوزخ انداخته میشه. میبین نیت چقدر ارزش داره. و رجل، شخص دیگه میاره، مهم نیست خانم است یا آقا هست، میایه تعلم العلم و علمه، ای بسیار علم یاد گرفته و ای تعلیم هم داده. و قرأ القرآن، و قرآن عظیم شان هم خوانده، خوب قرآن تلاوت میکنه، عالم است، شیخ الحدیث است، شیخ التفسیر است، شخص بزرگ هست، هم علم آموخته و هم قرآن آموخته و هم بر دیگر آموختانده. فاوتی به، ای هم آورده میشه. و عرفه نعمه فعرفها، الله متعال برش نعمتهای خود معرفی میکنه، میگه بله کل نعمتهای یا الله قبول دارم و میفهمیدم. الله متعال میگه فما عملت فیها، ما برات علم دادم، برات قوت دادم، برات توانایی دادم، برات حافظه دادم، ای تمام توانایی ها را داشتی، چی کردیم؟ قال تعلمت العلم و علمته و قرأت فیک القرآن، میگه یا الله علم یاد گرفتم، اقا وقت مدرسه رفتم، اقا وقت رفتم لیسانس گرفتم، اقا وقت دیگه ماستری گرفتم، اقا وقت دکترا گرفتم، اقا تخصص گرفتم، مفتی بودم، عالم بودم، مولوی بودم، شیخ الحدیث بودم، قرآن حفظ کردم، قاری قرآن بودم. الله متعال میگه و قرأت فیک القرآن، قرآنم به خاطر تو خواندم میارم. قال الله متعال میگه کذبت، دروغ گفتی، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم، توی تمام علم یاد گرفتی تا که مردم بر تو چی بگوین؟ عالم بگوین، فلان بسیار عالم است، بسیار دانشمند است، اقا میفهمه، دکترا داره، پروفیسور است. امی لقبا هست که انسان امی درجه چیزش چی میکنه؟ درجه اخلاصشه صفر میسازن. خب كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم و قرأت القرآن، قرآن هم خواندی لیقال، تا که مردم برد بگه که قارئ ماشاءالله شیخ القرآن هست، بسیار قاری زبردست است، مکمل قرآن تو یاد داره. این تو چیز تو به می هدف امی کار کرده بودی، فقط قیله در دنیا نیت تمی بود که مردم برات بگوید که بسیار خوب عالم است، بسیار خوب قاری هست، بسیار خوب دانشمند است، فقط قیله گفته شد. ثم
امر به فصحب علی وجهه، باز میگه ایر امر میشه که چی شوه؟ کشانده شوه امی شیخ الحدیث و شیخ التفسیر و امی داعی و امی مبلغ و امی تبلیغی و امی قاری و امی حافظ قرآن، بروی کشانده شوه در میدان حشر، حتی القی فی النار، تا که آتش دوزخ انداخته شوه. چقدر سخت است نه؟ و رجل وسع الله علیه، شخص دیگه است که الله بر ازی بسیار مال داده و عطاه من اصناف المال کلی، هر قسم مال داره، خانه و زندگی و موتر و همه چیز داره. فاوتی به فعرفه نعمه فعرفها، ایرم میر الله متعال میگه بر تو نعمت ها را دادم، اقا خانه نداشتی داشتم، بله، اقا سرمایه نداشتی داشتم، اقا مال نداشتی داشتم، بله. خب فما عملت فيها، فی نعمت ها را که بر دادم چی کردی؟ قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك. هیچ رای نبود که گفته شده بود که دی را من نفقه بکنم، صدقه، خیرات، زکات، مال، ایگا پا، همه چیز داده بودم. قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت فيها لك. قال كذبت، الله متعال میگه دروغ گفتی، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد. این کارا رو کل شکدی به خاطر چی؟ به خاطر ازی که مردم بگه که فلانی شخص بسیار سخی آدم است، ات سخاوت داره، ات خیرات میته که در پشت خانهش قطار استاد است مردم. فقط قیل، مردم گفتن. ثم امر به فصحب على وجهه حتى القی فی النار، بازیرم کشانده میشه و برویش در میدان حشر تا که انداخته میشه در کجا؟ در آتش دوزخ. پس در تعلیم علم، در عمل، در انفاق، در کلش، یعنی چقدر مجاهد منزلت بسیار عالی پیش الله داره، عالم چقدر منزلت پیش الله داره، و ثروتمندی که در راه الله نفقه میکنه و مال چی میکنه چقدر اجر داره. لکن نمیا کلشان مشکلشان در چی است؟ مشکلشان در این پیدا میشه که در نیت از اینا شیطان چی میکنه؟ خرابی میاره. هیچ وقتی که دعوتگر اسلام شدی و راه دین گرفتی، اگر میخوایی که شیطان سرت غلبه حاصل نکنه، از توصیف کسی خوشحال نشو و از بد گفتن کسی متاثر نشو. بسیار آدم خوش شود که یگان تو همی کمانتای چی میته؟ دو میزنه، او همی اخلاص ما را زیاد میکنه. چرا اگر کلگی توصیف کنه و توصیف کنه انسان فکر میکنه والا هستم و نیستم، ما هستم. باز یک دانه دو که شنیدی، باز همو کل همو شیطانه که پرواز میکنه، میگه والا میگه هیچ چیز من نیستم. من سعی که هر چیز که از ازشان آمد مردم هر چیز میگن. خیلی ببینیم کسایی که کامنتای چی نشته میکنن؟ دو نشته میکنن، برای ما فایده میشه و در غضب الله گرفتار میشه. و عن عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین، مادر ما و شما و مادر تمام مسلمانای جهان، عایشه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که یغزو جیش الکعبه، یک لشکر میه کعبه را می جنگه در کعبه. فاذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم، وقتی که در منطقه بیدا میرسه الله متعال سرشان تا عذاب نازل میکنه که کل اول و آخر از لشکر کلشان چی میشن؟ تکه میشن. بیبی عایشه میگه فقلت یا رسول الله کیف یخسف باولهم و آخرهم و فیهم اسواقهم و من لیس منهم، چطور اول آخر کل از اینا هلاک میشه؟ در بین از آخر مردمای عادی هستن که در جمله کت از اونها نیست. فقال یخسف باولهم و آخرهم ثم یبعثون علی نیاتهم، وقت کلگی در یک حالت هلاک شدن، باز کلگی مبعوث میشه به چی؟ به نیتش که چی میخواست بکنه. پس هر کس مطابق نیتش است. شاید یک نفر یک جوالی باشه و امی جوالی یک کافر بسیار خوش داشته باشه، الله متعال از این نیتش با خبر است. باز بخیزه بگه من خود جوالی بودم، نه رئیس بودم، نه وزیر بودم، نه قماندان بودم، نه فلانی بودم. میگه در قلبکت کافره که چی داشتی؟
خوش داشتی، این نام مشتککت چی ماندی؟ نام کافری ماندی. همین نام هم که هست، همین پدرهایی که کافر خوش داشته باشن، همین علامت بیدینیش از همون نام اولادشان معلوم میشن. پس این شد. در احادیث زیاد است، زیاد است. یک حدیثی که بسیار چیز زیبا هست، سهل ابن حنیف رضی الله عنه، حدیث صحیح مسلم است، میگه که من سأل الله تعالی الشهاده، یک کسی دعا میکنه به الله، یا الله مرا شهید، برای من شهادت نصیب کن. به صدق، صادقانه تو یک دعا میکنه که الله برای من شهادت نصیب کن. بلغه الله منازل الشهداء، الله متعال ایره به مقامات شهدا میرسنه. و این مات علی فراشه، اگرچه این در بستر خود فوت کنه. رواه مسلم. پس چون نیت ازی خوب بود که الله مرا شهادت نصیب بکنه، الله متعال نصیبش میکنه، ولو که در بستر خود همی بمرن. امام احمد رحمت الله علیه در قسمت ارزش نیت چی میگه؟ میگه احب لكل من عمل عملا من صلاة او صيام او صدقه او ای نوع من انواع البر ان تكون النیة متقدمه فی ذلك العمل قبل فعله. میگه هر کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، هر نیکی را که میکنه، من چی رو خوش دارم که از عملش کرده اول نیتش پیش ازی جور شده باشه. پیش ازی که عمل جور کنی، اول چی رو جور کنی؟ نیت جور کنی. اول نیت جور کنی. یحیی ابن ابی کثیر رحمت الله علیه چی میگه؟ میگه تعلم النیت فانها ابلغ من العمل. نیت یاد بگیرید. ما شما نیت زبانی رو یاد میگیریم، این غلط است. شروع کردیم که نیت میوکرل دزل الاخلاص و منز کن صلاه رکعت دغه وقت حاضر دماز دیگر منز او نفس آدم در حفظ کردن نیت. یک وقت ما خورد بدیم، گاهی فارسی سر ما یاد میداد، گاهی پشتو یاد میداد، بیخی دل ما را از نیت. یک وقت دیدیم که الفاظ کلشان از دل خود جور کرده. نیت اصلیه که به درد میخوره و یه عالم میگه صحت نیت قلبی هست که قلبت سرش کار کنی. مثل یک عالم بوده، استاد بود، کجا میریم؟ بریم در جنازه فلان شخص. پس توقف کرد، بشی شیش. چرا شیش؟ خب استاد بودی میرفتی. گفت نه، اول شیشتم نیت خدا جور کردم. شیطان برای میگه برو در جنازه فلان شخص که باز بیادرش رفیقت است. مثلا که نیت کدا بود؟ بیادرش. در جنازه فلانی شخص بر به خاطر ازی که اندیوالایتان است، اعضای حزب ماست. حالا مردم کل چیز حزب جور کردن. همین کل چیز، چون کل چیز حالا حزب شده، گروگکی شده. همین منهج کتاب الله و سنت رسول الله هم که گپ بزنه بگیم من با این منهج کتاب الله و سنت رسول الله عمل میکنم، چیزی که آیت قرآن است و احادیث رسول الله قبول دارم، با احترام به تمام مذاهب و کلش قبول دارم و هر کدام با کتاب الله و سنت رسول الله نزدیک است قبول دارم. خود تو در فلانی حزب هستی، اما حزب که مصریام دارن، کو که حزب در کدام حزب؟ اینال چون مردم تقسیم بندی شدن، پس اینال هر کس دمو گروگه که خود دمو میچرخه، دمو میچرخه دیگه، دمو هست که دمو اندیوالایش هست. والا از اندیوالای ما یک کسی مرده، بریم که باز اندیوال ما خفه نشه. این شیطان امیر هم از منهج کتاب و سنت کشید، در منهج چی داخلش کرد؟ اندیوالایش داخل کرد. بگو برادر حق مسلمان است میریم در جنازه. بعضی اوقات ما با شما وقتی پرسان مریض میریم، مریض ما 20 تا پایواز داره و اونجا یک مریض دیگه دم اونجا هست و هیچ پایواز نداره، کمر ما مشکنه که از او هم یک پرسان کنیم. حق مسلمان است. وقتی که به عیادت رفتیدم اتاق هر قدر مریض بود، هر کدامش بگه الله شفا ان شاء الله نصیب میکنه، خوب میشه. خیر از اگه خلطه سیب داشت یک دانه برازونم، شما میری یک تجربه کنین ببینید که با سنت برابر میشه یا نمیشه. پیش یک نفر سعی کنی 50 خلطه سیب است و اونجا کسی دیگه از بیچاره او را کس نمیشناسه، یک دانه سیب ایران است. یک کس نمیگه که وام تلق هم تو سیل میکنه، از دیگه آدمای آمدن میره، این دیگه صاحب پوندیده میره، این مریضه که سعی کنی پوندیده میره و پوندیده میره و پوندیده میره که من قپایواز دارم، اما او بیچاره ندارن. نه، اگر تو به خاطر رضایت الله رفتی،
همون مریضایی که اصلا کلش سر تو حق داره، اگر 3 بام بردی برای کلش یک دانه برای از آن بده، خیر از برای 5 تا بده که زیاد میخوره، مریض پرخور است. خود دیگرها غریبان بیچاره یک حق داره. یعنی ما بسیاری وقتا همین دین نمیفهمیم. نگفته که حق وطندارت یا حق بچه کاکایت یا حق بچه مامایت است که پرسانش بری. حق هر مسلمان است. خب حالا رفتیم اونجا برابر شد. خب خیر سوی چند مریض دیگه است برای اونا هم چی بکنین و در اینجا الله متعال واقعا تو را اجر میده با یک کلمه، الکلمه طیبه صدقه. یک مریض دیگه میاد با کاکا جان انشالله شفا باشه. چرا چی پایا که توگار شده انشالله جور میشی، بسیار خوب شفاخانه است اینجا، خوب تداوی میشه انشالله، خوب میشی، تشویش نکن. داریم یک کلمه گپ و یک دانه خیر یک دانه سیب بدیم سرک میزد ماندم او ده یک دانه دیگه یک برج سیب خوش نمیشه. او باز میگه او ما که رفته بودم براش چی برده بودم او مدنی ای بر من سیب آورده ارزان بی، اما برای او که به خاطر زیت الله یک دانه سیب میده و بسیار خوشحال میشه و او را الله بسیار خوش داره. اصلا دیگه هم الله خوش میشه لکن به نیتت تعلق داره. از این خاطر یه عالم چی میگه؟ داوود طائی چی میگه رحمت الله علیه؟ میگه رأیت الخیر کله انما یجمعه حسن النیه. میگه من تمام خیرات، نیکی ها و خوبی ها را دیدم، همه این خوبی ها را چی جمع میکنه؟ نیت نیک، نیت درست. و کفاک به خیرا و این لم ینصب، کفایت میکنه بر تو که نیت خوب داشته باشی. و هر کس نیت خوب داشته باش، نیت خوب داشته باش. ولی اگر من توانایی داشته باشم نیت تجور کن، پیش خودت بشی همین کاش که الله مرا پیسه میده من خوب یک مدرسه جور میکردم، یک دارالایتام جور میکردم، خوب یک 10 منزل میبود کلش. پیسهش از کجا؟ ولی استاد دایی پیسهش است ماشاءالله. کل یتیمک‌ها را بوتکایشان را بر دپایشان میکنن، برشان خوب تعلیم تربیت میدن. کاش پیسه میداشت مثل فلانی وار خوب یک مسجد جور میکردم، مثل یک تجارت و تراوره. پس با اینمی که امکاناتم نداشت همین نیت داری، الله متعال چی میکنه؟ بر تو اجرش میرسونه. بسیاری وقتا آدم با یک نیت نیک میتونه که برای مردم خیر و چیزش برسه. بعضی کسا بد نیت هست، یک قاری میره میگه والا این مسجد ما چیز نداره، تفلکاس مثلا خرچ ما خلاص شده، اجازه است این مسجد صدا کنیم؟ نه صدا نکنیم. آلدهی صدا از چی تو میره؟ بانکو بیچاره یک 500 یا 1000 روپیه برای تفلکا و بیچاره یک درس میخونه به یک مدرسه. چی شو؟ یعنی انسان باید نیت خدا جور کنه که من در هر جای باید بر دیگرها چی کنم؟ خیر برسانم. در میرام که تیر میشدی متوجه هستی؟ میتونی که نیتت نیک باشه، باش که میریش سفید میده سیت موتر بشینه، باش که نفر اول بالا شوه. نیتتان جور کنین، اعمال خود به خود چی میشه؟ جور شده میره. و مطرف ابن عبدالله یک عالم دانشمند دیگه از چی میگه؟ میگه صلاح القلب به صلاح العمل. فکرتان باشین که قلبتان وقت جور میشه که عملتان جور شوه، و عملتان چه وقت جور میشه؟ و صلاح العمل به صلاح نیه، وقتی که نیتتان جور شد. وقتی که نیت جور شد عملت جور میشه، عملت که جور شد چی جور میشه؟ قلبتان جور میشه. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چی میگه؟ او چی میگه؟ میگه رب عمل صغیر تعظمه النیه. میگه گاهی یک عمل بسیار کوچک میباشه که نیت رو بزرگ میسازه. عمل بسیار کوچک است لکن نیت رو چی میسازه؟ بزرگ میسازه. و ربما عمل کبیر تصغره النیه. بعضی اوقات یک نفر عمل بسیار بزرگ میکنه لکن نیتش رو چی میسازه؟ کوچک و بیارزش میسازه. چرا نیتش نیت خیر نیست. نقطه دیگه که در درس ما و شما بسیار مهم است، چند قاعده هست درباره نیت. این قواعد النیه میگن، قواعد نیت. این زیاد علما و فقها سر ازی بحث میکنن، ما مختصر سر ازی تیر میشیم. قاعده اول چیست که الاعمال بالنیات. قاعده اول چی هست؟ اعمال به چی تعلق داره؟ به نیت تعلق داره. خب این کل ما میفهمیم. قاعده دوم چی است؟ العادات تنقلب الى العبادات بحسب النیات الصالحات. قاعده دوم چی است؟ میگه عادت
تبدیل میشه به عبادت نظر به نیت نیک. چی مانا؟ مانایش است که شما غذا میخورین، وقتی غذا میخورین عادتتان است که غذا بخورین، عادتتان است که آب بنوشین، عادتتان است در نیمی اتاق داخل شوین خارج شوین. ایناله اگر غذا را نیتت به این قسم نیت جور میکنی که من همین غذا را بخورم که یک کمک تقویت شوم باز خوب نماز بخوانم، متوجه شدین؟ اینمی غذایت به چی تبدیل شد؟ به عبادت. در اتاق داخل میشی 20 مرتبه با پای راست داخل میشی مبرای، داخل میشی مبرای، با پای راست داخل میشی با پای چپ، عادتت شده. لکن اگر امیر نیت جور کنی که من با پای راست به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل میشم، اینجا چی شد؟ اهمی عادت تو به چی تبدیل شد؟ به عبادت تبدیل شد. فهمیدین یعنی؟ پس هر عملی که میکنی اونمو عملت نیتت جور کن، امو به عبادت تبدیل میشه. شما عادت دارین که در هر زمستان کورس میگیرین، شما عادت دارین در هر زمستان یک کتاب نوشته میکنین. من ولی عادتا یک کتاب نوشته میکنم، یک رساله نوشته میکنم، یک کورس میگیرم، یک درس میخونم. اینمی نیتت جور کن، بگم من اینمی کورس به خاطر ازی میخوانم که این زبان یاد بگیرم، خدمت الله و دین الله را بکنم. من انگلیسی یاد میگیرم به خاطر ازی که با دشمنای الله گفتگو بکنم، مردم به دین الله و زبان انگلیسی دعوت بکنم. همین زبان انگلیسی رو که یاد گرفتی همین بر تو چی دور میشه؟ عبادت میشه، ثواب میشه. اگر نیتت خراب بود 10 سال انگلیسی خواندی که من انگلیسی بخوانم باز کت کافرها کار کنم، در مؤسسه کار کنم، غلام شوم، کلش زدی هیچ، کلش بی ثواب رفت. پس اینجا چی میگه که العادات تنقلب الى العبادات بحسب النیات الصالحات. فهمیدین؟ بعض اوقات یک عادت به اساس نیت به گناه مبدل میشه. مثلا ما عادتا لباس میپوشیم، عادت کلگیست لباس بپوشن. اینمی لباس اگر نیتت بود که من این لباس هم میپوشم به خاطر که عورتم ستر شه و شرمگاهم پود باشه و امر الله تطبیق شه، این پوشیدن لباست به عبادت مبدل شد، همین لباس بر ثواب میشه. اگر همین لباس هم میپوشی که من لباس بپوشم که آخری استایل است، باز مردم سعی کنه و باز بگه سعی کن این کالای زیر سعی کن یخنش سعی کن خدام 3000 دختر و افتخار کنم و دگار سعی کن این. پس اینجا در لباس فخر کردن و در لباس خود نشان دادن و دیگران را تحقیر کردن، همین لباس برای چی نوشته میشه؟ گناه نوشته میشه. پس عادت با نیت به عبادت هم تبدیل میشه، به معصیت هم تبدیل میشه. قاعده سومی چی است؟ لا ثواب الا بالنیه. ثواب نیست مگر به نیت. مثل که پیشتر گفتیم شما 20 دفعه در یک اتاق با پای راست داخل میشین اما نیت ندارین که به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم است، عادتا داخل میشین. اون وقت اینمی داخل شدن تو به اتاق با پای راست ثواب داره که در نیت چی باشه؟ طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. حالا بسیار کسا ریش میمانن، استایل است. یک نفر ریش میمانه به خاطر که استایل است، هیچ ثواب نداره. اما یک کسی ریش میمانه میگه ما ریش ماندیم به خاطر ازی که ریش امر الله هست، الله گفته اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، به خاطر که ریش ما چهریم با چهره رسول الله صلی الله علیه و سلم مشابه شود، سنت رسول الله هم ادا شود و چون رسول الله هم گفته ریشایتان بگیرید زارین واجب است، من یک واجب انجام بدم. اگر ریش مکل کردم با چهره من مثل کافرها وارد میشه، جورج بوش وارد، نمیخوایم مشابه کافر شوم. اگر ریش مکل کنم چهره خانم ها وارد میشه، لعنت الله سرم نبیه که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. لعنت الله هست سر از اون مردهایی که خود با زنها چی میسازن؟ مشابه میسازن. ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. برعکس هم است. لعنت الله سر او خانم هایی هست که خودم مشابه با چی میسازن؟ با مردها میسازن. دریشی مردانه جور میکنن، مویای خودم مثل مردا وره،
جور میکنه و حرکت های مردانه میکنه و این کار، سر از او هم لعنت الله هست. و او بعضی مردهایی که خود زن وار جور میکنه و حرکات زنانه میکنه و پیران زنانه میپوشه و سرخی زنانه میزنه و لبای خود لبسرین زنانه میزنه و مویای خود جور میکنه و تمثیل زنانه میکنه، سر از هم لعنت الله هست. لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. لعنت الله سر از او مردهایی که خود با خانم ها چی میکنن؟ مشابه میسازن. قاعده چهارم چی هست؟ میگه النیت شرط لصحت المأمورات و شرط لترتیب الثواب فی التروک. میگه نیت شرط است برای صحت اوامر الله. مأمورات چیزی که الله امر کرده، اگر میخوای امو چیزی که الله امر کرده او صحیح شوه، امو عمل تو باید نیت جور باشه. نمازت، حجت، روزت، زکاتت، هر چیزت با اساس نیت وقت صحت پیدا میکنه که نیت صحیح باشه. و همچنان شرط است لترتیب ثواب فی التروک. وقتی چیزهایی که ترک میکنی در او ثواب حاصل کنی، اگر نیت داشتی باز برات چی میشه؟ اگر میخوای در مقابل دو ثواب بگیری. مثلا اگر فرد زنا نمیکنه، مسلمان زنا نمیکنه، لکن اگر نیت داشت که من زنا نمیکنم به خاطر که الله نهی کرده، باز برش ثواب داده میشه. اما اگر نیت چی بود که والا من زنا نمیکنم به خاطر از اینکه ما در کلیپ‌ها دیدیم کسایی که زنا میکنن به HIV مبتلا میشن، ایدز مبتلا میشن، پس اینجا نیتی از این HIV شد، نه نیتش آنچه که الله متعال اینو نهی کرده. پس نیت شرط است بر صحت مأمورات و ترتیب ثواب برای منهیات. فهمیده یعنی هر چیزی که منع شده اگر در نیتت باشه که من این کارهای منهیات نمیکنم به خاطر که الله منع کرده، غیبت نمیکنم به خاطر که الله منع کرده. شاید یک نفر هیچ غیبت نکنه لکن نیتش نیست، اما نیتی باشه که غیبت نمیکنم به خاطر رضایت الله، پس او ثواب میگیرم. قاعده پنجمی چی است؟ النیت تتبع العلم فمن علم ماذا سيفعل فقد نوا. میگه نیت به می دانستن صحیح میشه. شما که فهمیدین که من نماز جنازه میخوانم، نیتتان شد دیگه. فهمیدی که من همینجا استاد هستم چی میکنم؟ علم داری که من همینجا استاد هستم نماز جنازه میخوانم، خلاص نیتت پوره شد دیگه، باز ضرورت به دیگه چیز نیست. فهمیدین یعنی؟ وقتی که فهمیدی که ماه رمضان داخل شد و در نیتت است که ماه رمضان بهم روزه میگیرم، فهمیدی که صبا رمضان است، اعلان شد که صبا رمضان است و خودت سحری هم نخیستی، صبح که خیستی، حالا روزت صحیح است یا نیست؟ چون علم پیدا کردی که صبا رمضان است و در نیتت هم از سابق بود که ماه رمضان چی میکنی؟ روزه میگیری. شب سحری خوابت برده که وقت خیستی که هفته او برآمده، پس روزی تو صحیح دیگه، نیت شد دیگه. چرا؟ وقتی که علم پیدا کردی، النیت تتبع العلم. قاعده ششم چی است؟ یبلغ العبد بنیته ما لا یبلغه بعمله. انسان با نیت خود به مقام‌های میرسه که با عمل خود نمیرسه. بعضی اوقات انسان، بعضی علما میگه که نیت المرء ابلغ من عمله. از عملش کدام میگه نیتش بسیار قوی‌تر و دقیق‌تر و خوبتر است. وقتی شما یک چیز را نیت میکنین، اجر از او برای شما داده میشه که حتی به او عمل داده نمیشه به بسیاری کسان. قاعده هفتمی است که من نوى الشر فانه یعاقب بنقیض قصده. کسی که یک شر نیت میکنه، به ضد اونمو نیت معاقبه میشه. اونمو قسم که نیت کرده مطابق نیتش. مثلا محلل است. محلل چی مانا؟ یک نفر میره که یک خانم نکاح میکنه، شاهد هم داره و محرم داره و تمام چیزایش نکاح صحیح و شرعی کرد، لکن در نیتش است که من ایره به شوهر حلال اولش حلال بسازم. بعضی اوقات است بعضی کسا میکنه مثلا یک کس است خانمش طلاق کرده، خانم خود طلاق کرده، باز یک شخص امروز خانم که سه مرتبه طلاق شده و خلاص است، بازی میره میگه خیر است من کسش نکاح میکنم به خاطر از اینکه باز ما پس طلاق بودم باز پس بر تو حلال شوه. اینو چی میگن؟ محلل میگن. ایناله آلی ای خو ای کار کرد
او هم قصدش خوبش است، میگه که یعنی خوب شوه، این هم خوب شوه، لکن چون نیتش نکاح دائمی و ابدی نیست، چال جور کردن است، فریبکاری هست. بسیاری کسا فریبکاری میکنن مثل بنی اسرائیل واره. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگه که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم المحلل والمحلل له، هر دوش لعنت کرده. کسی که او زن برو شخص حلال میگردانه و کسی که برش همی زن با این طریقی نکاح دروغی حلال کرده میشه. چل جور کردن. کت خانم خود جنجال کرد، جنگ کرد، طلاقش داد، یک سنگ طلاق، دو سنگ طلاق، سه سنگ طلاق، خلاص طلاق شد، ختم شد. اونجا آیت قرآن است که حتی تن که حزوجن غیره، این دیگه با تو نکاح کردن نمیتونه تا شوهر دیگه نگیره، باز شوهر دیگه او را اگر طلاق کرد باز در آینده تو میخواستی بگیری چیه. یک نفر نمیخواد که امروزی خانم ازدواج بکنه، لکن به خاطر که برای شوهر اولی شده چی سا بسازم؟ حلال بساز، ایره میگه حلاله. فهمیدین نه؟ دیگه رسول الله میگه سر هر دوش لعنت است. هم سر از شوی اولی، شوهر اولی، و هم سر شوهر تقلبی. متوجه هستی؟ یک نفر گفت یک جای روان بودم، در افغانستان نبود، در کشور خارجی بود، میگه اونجا روان بودم، میگه سعی کردم که چند نفر سر اما روان هستم، میگه موتورسیکل سوارا آمدن، میگه ما گفتم والا اختطافت کرد دیگه، تو لرزیدیم. میگه من گفتم چی میخوای؟ بالا شدم موتورسیکل. میگه رفتیم در موتورسیکل بالا کرد. گفتم رفتی دیگه، تباه شدیم. اونجا که رفتم که کالا برام پوشاندن، یک خب چیه پس؟ من گفتم یک دیگه گفت زبانش رو نمیفهمم، گفت که تو رو داماد جور کردن. دامادی چی؟ مرا میکشن؟ گفت نه تو رو داماد میکنن. چرا؟ گفت یا دیگه میخوان که زنش حلال شه برش طلاقی است، سر توی رو نکاح میکنه بزور، با سبا یک زنان میتید پس سرش طلاقش میکنن. این از این طریق. میگه من گفتم برو خوب شده، نه از اختطافم خلاص شدی و منتها لعنت سرش شد دیگه. لعنت چی است؟ اللعن الطرد من رحمت الله. قاعده هشتم چی است؟ میگه احکام الدنیا علی الظواهر و السرائر تبع لها و احکام الاخرة علی السرائر و الظواهر تبع لها. احکام دنیا به ظاهر است. احکام دنیا به چی است؟ به ظاهر حکم میشه در دنیا، اما پوشیدی از او که در قلب از او چیه بود، او دیگه تابع نمی ظاهر است در دنیا. اما احکام آخرت به سرائر است، به قلب است، که در قلبش چی داشت و ظاهرش تبع است. مثالش چی است؟ مثلا یک نفر در یک معرکه کشته میشه. این وقتی که در این معرکه در این جهاد کشته میشه، اینمی شخص ما و شما به ظاهر میبینیم که مجاهد است و کشته شده، بنان سر از این حکم چی نمیکنه؟ میگیم انشالله شهید است، انشالله شهید است. و خانم از این چی میشه؟ طلاق چی میشه؟ به حساب فوت شدگی امی حکم میشه. پس این نفر مالش میراث تقسیم میشه دیگه. اینال بر از این شخص یکی حکم دنیوی است و یکی حکم اخروی است. در حکم دنیوی اینمی شخص که در معرکه کشته شده باشه و امونجا مرده پیدایش کنن، فلا یغسل، این غسل داده نمیشه. چی نمیشه؟ چرا میگه؟ شهید شد دیگه. ولا یکفن، کفن هم داده نمیشه، بلکه تنها سلاح مجاهد گرفته میشه و کفن هم دادش نمیشه، غسل هم داده میشه. و یدفن بثیابه الذی قتل فیها، با همون لباسی که کشته شده با همون لباس او دفن میشه. ولا یصلی علیه کذالک، سرش نماز جنازه هم خوانده نمیشه. این مقامات شهدا هست. الا ان یشاء الامام الصلاة علیه، مگر ای که امام چیز که هست خلیفه مسلمان ها با یک جنازه بخوان باز صورت. اما آیا به آخرت این چی قسم است؟ این دیگه باز به قلب ازی تعلق میگیره که امی انسان الله متعال در جمله شهدا حساب میکنه یا نمیکنه. ما در او غرض نداریم. پس یکی حکم دنیایی است، یکی حکم آخرت است. اینال ما همیشه یک کسی را که دیدی که 5 وقت به نماز جماعت میره و اخلاق خوب داره و داره دیگه حکم میکنیم یادم خوب است. از قلبش دیگه ما خبر نداریم، چون دنیا حکمش به چی میشه؟
به ظاهر میشه و در آخرت که از باز باطن در کجا است؟ در آخرت است. قاعده نومی است که در عقدها که است، قراردادها و معاملات اقتصادی، نظام اقتصادی اسلام، قصد اعتبار داره، نیت اعتبار داره. مثلا شما یک کسی را ساعت برش میگه این ساعت ما برای توفه میتونم، چند میخری؟ عجب آدم هستی، ساعت توفه دادیم چند میخری؟ توفه خریدن نمیشه. این حال وقتی گفت پرسانش میگه مقصدت چی است؟ نیتت چی است؟ میگه نیتم است که همین ساعت برای تو بفروشم. پس تو خود گفتی توفه دادم. او میگه تو بیار یک چکش کمی دندانای ما بشکنانم، یگانه فزدانم گفت خطا میخوره. پس اصل گپ سر چی است؟ سر از همون نیت اصلی هست که تو چی قصد داشتی در اون مسائل. و قاعده دهمی است که بعضی اوقات نیت عام خاص میسازه و خاص عام میسازه. مثلا قاری صاحب دعوت میکنه امروز میمانی دارم، کل ما و شما مبراییم. پس حال میگم قاری صاحب نیت چی بود؟ میگه والا نه تنها استاد نیتم بود. پس ما و شما پس چی میکنیم؟ رای خودم میگیریم. یا بعضی اوقات میگه من میمانم هستی، وقتی که برای من میگم من قاری صاحب نیت چی بود؟ میگه نه تنها شما نبودین، کلگی بود. پس اینجا چی هسته؟ عام و خاص ساختن یک موضوع به چی تعلق میگیره؟ به نیت تعلق میگیره که انسان مسلمان اینی موضوعات در نظر داشته باشه و نیت بسیار مهم است و ارزش بسیار زیاد داره نیت. الله متعال همه ما و شما را توفیق عمل نصیب کنه که نیت های خود چی کنیم؟ جور بسازیم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت.